آیصفت نوربکووا حاصل امساله هندلک را جمع آورده به کشت تکراری آماده می شود. او در ناحیه دوستی ولایت ختلان در 9 گکتر زمین سبزوات و پخته کشته است. از نتیجه کارش می بالد اما از دشواری هم می گوید. زمین ما با طریق آبکشی نسوسکتی تامین میکنیم. با برق کو حاضر هست لیکن گاه برق هم نمیشود. برق که نباشد ما پالیزی رو با آب تامین کردن نمیتوانیم. دشواری دیگر به گفته این کشاورزی با تجربه زود تازه نشدن جویبارها در ایام بهار است. کانال‌های پر از خاک و لای به جاری شدن آب خلل می‌رسانند و کار دهقان‌ها را به تأخیر می‌گذارند. آب پرابلم آب همه وقت هست. اساس که وقتی که جویبارها را تازه کردن وقتی که 1 ماه تازه میکرد 2 ماه کشید مثلا. اینم با فکرم همه مردم سر وقت سرجم نشدن، دیرتر آب دادن. اریخته که آب نشود ما بناساس هم آوردن نمیتوانیم. در این خواجگی دهقانی در جنوب تاجیکستان حاصل را جمع می‌آورند که امسال به سبب کمبود آب دیر کش شده است. آب مشکل ما است. وقتی می شود که آب نیست ما باید حاصل را کشت کنیم. امسال من با دستگاهی به برق آبکشانی آب را برآورده کشاورزی کردم. به این مانند رهبران چند خواجگی دیگر دهقانی در ولایت ختلان از کمبود آب و کارناشایم شدن تجهیزات آبکشی شکایت کردند. در اداره بهداشت زمین و آبیاری در ختلان گفتند که تقریباً 90,000 گکتر زمین کشاورزی با یاری دستگاه‌ها آبیاری می‌شوند. جنوب تاجیکستان از منطقه کشاورزی است، ولی سالهای اخیر در چندین ناحیه اینجا شوری و فرسایش خاک باعث شده است که زمین‌ها بی حاصل مانند یا که دهقان‌ها حاصل کمتر بگیرند.